از شما یه ملکی رو میخرم و میگم که هر 6 ماه یه بار من این چک مبلغ ثمن معامله در این راستاتون میگم که شخصی که واقعا مالک یک ملک هستش، سند قانونی یا رابطه به واسطه سرنگاری یا ملک بشه، اگر از این دنیا از زیر دست قاضی و از زیر دست قانون فرار املاک غیر مقرون دارند، یعنی آدم به واسطه جهل به قانون وقتی وجدان از دست خواهند داد، واقعا حق شما نیست. اگر همه ما در زندگیمون واقعا با این دید به این قضیه نگاه کنیم، من میدونم استحقاقی نسبت به این نمیان ثبت نمی‌کنن، املاکشون رو ثبت نمی‌کنن، اطلاع ندارن و نمیدونن باید همین روزها که سامانه انشالله رونمایی بشه در گام اول باید بیان سال پیش 3 سال پیش یک ملکی رو خریدم و الان سند رسمی دارم. این قانون جدیدی که تصویب شده چی هستش؟ باید چیکار کنم؟ این سوال بسیاری از افراد میگه که الان میگه با قانون میگه تو نمیتونی ملکت رو حتما باید ثبتش کنی. آیا در رابطه با ازدواج چون این قانونی داریم که باید عقد ازدواج از موقت رو ثبت شما نمیتونید برید بگید که آقای فلانی شمایی که بعد از من اومدی ثبت کردی یا به واسطه هر سندی شما مالک نیستی و من مالک هستم، با اون سندی که بنده در دست دارم نمیتونم مالکیت خودم رو وجهی رو که پرداختم بتونم. من مطمئنم به دست قاطع میگم که بسیاری از افراد مالکیت خودشون رو نسبت به زمین‌ها و باغ و املاک غیر منقولی که دارن به واسطه جهل به قانون از دست خواهند